نه قماندان، گپ همسر همین می رود. من نام او رو می دانم. المختار گفتن نام شخص رو می خواند راهبر. سلام دوستان، اگر شما از ریختن موی سر اذیت میکشید یا اینکه ریشتون رو قوس کردن میخواهید، در بدن شما سفید شوی پوست به نظر میرسد یا اینکه خود رو فربه یا خراب کردن میخواهید و از بوی بدن خلاص شدنی هستید، پس به شما گیاهای طبیعی از صاف سودا کمک میکند. دستافکا به مسکو و دیگر شهرهای روسیه. رقم ها در زیر نوار و روی اکران. ولی دولت تروریستی خود تعیین کند. المختار، شاید پیدا کردن این شخص با ما زود کمک رساند. من فوراً خدمات کشافی را آگاه میکنم. تفتیشات را آغاز میکنیم. قماندان، درگان دیگر به هیچ چیز لازم نمیشود. من او را بکشم. تو ما را انتظار میشوی آتش. تا فرا رسیدن شب ما به آنجا میآییم. ما همراه با نیروهای هوایی عملیات مشترک را راه اندازی میکنیم. با آن طرف گذشته آنها را تارمار میکنیم. آنجا را مورد ضربه قرار میدهیم. فهم قماندان. به اجازت من باز یگان کاری نامعقولی نکنی آتش. همراه قصاصی برادرمان را میگیریم قماندان. این جای را به سرشان چپگردون میکنم. البته پسر جان، تا رسیده آمدن ما تو با احتیاط باش. خوب شد است قماندان. قماندان، وقتی من یکم بار در عملیات اشتراک کرده بودم، یک سربازمون شهید شده بود. به زخممان نمک بپاش، نمک بپاش. شما مرا نادرست فهمیدید قماندان. ما جسدی او را به پرچم پیچانده توسط چرخبال به استانبول فرستادیم. همراه همان یک لیتینانت بود از ترابزون. بسیار مرد شوخ بود. وقتی وی سرگذشت های سربازی فوتیده را نقل کرد، ما از خنده قریب از هوش رفته بودیم. فکر خوب. شما این گونه سرگذشت ندارید؟ شاید غممون کمتر شود. چی شد؟ چی رو به یاد آوردی؟ با یک دیه رفته بودیم. آنجا مختار ناگفتنی شخص به ما ضیافت داشت. به یادم آمد. همون قلمفو رو میگوید؟ قماندان، آن سرگذشت را با ما هم نقل کنید. ما خندیدن میخواهیم. امک جان، این قلمفو را تند باشند. نه، حتی کودکان میخورند. براستی خورده ایستادن. آفرینشان بود. چی شد؟ ایران تیز بود است. ای بچه، ایران را بیده. فاتح تیز بود است. درونش سوخته رفتی و آیسته خور. چه حال داشتیم و با چه حال رسیدیم؟ سرباز قطاری دینیست. قماندان اردم شما را انتظار است. خوب، خستیم بچه ها.
دقت. شنید رفیقان، مارکوف جزای سزاوار خود را گرفت. تبریک میکنم. قماندان، اگر اعلام نمی بود ما او را بی‌ضرر کردن نمی توانستیم.